الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادر سوال نمودند که روایت آمده است که در آن روایت بیان می شود که عمار ابن یاسیر نماز را سبک خونده اند، خفیف یعنی کمی کوتاه‌تر خونده اند و این حدیث را به ما حکمش را بیان می کردید که صحیح است یا ضعیف و شرح می دادید. البته بارک الله فیکم این حدیث در کتاب‌های گوناگون حدیث ذکر شده است، بمانند کتاب مسند احمد ابن حنبل رحمه الله و اینچنین در کتاب سنن بیهقی و اینچنین در کتاب سنن ابو داود و اینچنین در کتاب مسند ابو یعلا و اینچنین در بعضی از دیگر کتاب و سنن و مسندها ذکر شده است. و البته این حدیث به لفظهای گوناگون ذکر شده است و حکم این حدیث صحیح است. از علمای معاصر به مانند سلیمان العلوان، عبدالله سعد و غیره از علمای محدثین و اینچنین البانی این حدیث را حسن و بعضی روایت‌هایش را حسن و بعضی روایت دیگر را صحیح میگند. بارک الله فیکم. یعنی حکم حدیث عموما صحیح است، حجت گرفته می شود و عمل کرده می شود. اما معنای حدیث چیست؟ معنای حدیث دلالت به این می کند که یعنی در بعض حالتها انسان نماز را کوتاه بخواند و البته رکنهای نماز را به جا بیاورد، فرضهایش و سنتهایش و واجباتش را به جا بیاورد، ولی قرائتش را کمی مثلا بعد از سوره فاتحه ضم سوره قرائت را کمی سوره های کوتاه انتخاب بکند، رکوع را اینقدر طولانی سخت نکند و کمی کوتاه‌تر بکند، یعنی تا حد جایزش، و سجده و همچنین نماز را خفیف یعنی سبکتر به پایان رساند، البته جایز است و باکی ندارد. معنای حدیث، حجتی که از این حدیث گرفته میشد انا همین است. اما بیاید به شرح حدیث میگذاریم. بارک الله فیکم. عبدالله ابن عنمه میگوید که رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة. عمار ابن یاسر رضی الله عنهما را من دیدم که به مسجد داخل شدند و 2 رکعت نماز خواندند و این نماز را سبک خواندند، یعنی کوتاه خواندند. البته در روایتی که سنن بیهقی روایت میکنند یا ابو یعلا در مسند ابو یعلا آمده است که فصلى رکعتین خفیفتین. عمار ابن یاسر به مسجد داخل شدند و 2 رکعت نماز کوتاه خواندند، یعنی 2 رکعت نماز خواندند و این 2 رکعت را به نهایت طولانی نخواندند بلکه خفیف سبک، یعنی کمی زودتر خواندند. قال فلما خرج قمت الیه. عبدالله ابن عنمه میگوید که زمانی که عمار ابن یاسر بیرون شد، در بعض روایت ها نماز را خواند و تمام کرد، یعنی زمانی که عمار ابن یاسر نماز را خواندند، 2 رکعت را خفیف سبکتر تمام کردند و سلام دادند، فقمت الیه، من به نزد عمار ابن یاسر رفتم. میگه فقلت، گفتم. کی گفت؟ عبدالله ابن عنمه به عمار ابن یاسر که نماز خواندند گفتند که یا ابا الیقظانی، یعنی این کنیه عمار ابن یاسر است، یعنی به عمار ابن یاسر به کنیهشون ابا الیقظانی گفته ندا کردند و گفتند که لقد خففت. در روایتی که در سنن بیهقی و اینچنین سنن ابو داود و مسند ابو یعلا آمده است که نماز رو در اینجا خففت الصلات، به تحقیق نماز رو یعنی سبک خوندی، یعنی کوتاه خوندی، یعنی به عباره دیگر زود تمام کردی. بعد از اینکه این سخن رو
به عمار ابن یاسر گفت، یعنی به عمار ابن یاسر گفتند که نماز را زود خوندی. یعنی چی سبب شد؟ چرا نماز را زود خوندی؟ گویا در اینجا علما میگن گویا که یعنی به همین معنا گفتند که نمازت مخالف گویا که به بارک الله فیکم نمازهای دیگر صحابه و نمازهایی که در دیگر وقت میخوندی، نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عادتا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان طولانی میخوندند، گویا به عمار ابن یاسر فهمدند که نمازت بینات کوتاه شد. عمار ابن یاسر رضی الله عنهما جواب دادند، به این سخن گفتند که فهل رأیتنی انتقصت من حدودها شیئا، آیا تو دیدی که من از حدود نماز چیزی را نقص کردم؟ معنای سخن به عباره دیگر این است که آیا من در همین دو رکعتی که کوتاه‌تر و زودتر و کمی خفیف و سبک خوندم یگان فرض نماز را یا واجبات نماز را یا سنت نماز را آیا من ترک کردم؟ یعنی نماز من یگان کمبودی داشت از نظر حدودش. حدود نماز همین قیام، رکوع، سجود، قرائت، سنت ها، واجباتش، این حدود نماز است. عمار ابن یاسر گفتند که آیا من حدود نماز را کم کردم، یگان نقص در رکوع، سجود، قیام، قرائت، واجبات کردم؟ عبدالله ابن عنمه گفت که لا، نه، یعنی نماز عمار ابن یاسر همه حدودهایی که در نماز هست به جا آورده بود. یعنی فرضهای نماز انجام داده شده بود، سنتهای نماز، واجباتش، رکنهایش، رکوع، سجود و همه نماز، یعنی کاملا نماز خیلی که الله و رسولش فرموده است همچنین نماز را ادا کردند. پس بعد از این عمار ابن یاسر گفتند که فإنی بادرت بها سهوة الشیطانی، من با این عملی کرده ام، یعنی با این که نماز رو سبک خوندم، کمی زودتر خوندم، سبب انجام دادنم این است که با همین عملم من از تیر شیطان خود را پیشگیری کردم. یعنی انسان وقتی که در بعض حالات نماز رو طولانی میخواند، در درون نماز شیطان به او سهم میزند. سهم یعنی معناش یک تیر است، یک اسلحه‌ای که بگویم یک فتنه شیطان است. سهم یک تیر شیطان که فتنه است، یعنی شما رو در نماز مشغول میکند به فکر. وقتی که انسان در نماز در بعض حالت‌ها می ایستد مشغول میشد به فکر کردن، اعوذ بالله، به همون تجارتش یا به همون کارش، به حساب کتابش، به یگان چیز دیگری، شیطان انسان رو مشغول میکند. عمار ابن یاسر گفتند من به خاطر این نماز را کوتاه‌تر خوندم که از همین تیر شیطان و از همین فتنه شیطان که من را مشغول میکند خودم را پیشگیری کنم و خیالم بند نشده نماز را به پایان رسانم و در حالتی که من نماز میخونم یاد من در یاد الله سبحانه و تعالی باشد. و برای همین است که بسیاری از علما در کتاب‌های حدیثی باب موضوعی خود این حدیث را در باب خشوع میارند. الخشوع فی الصلاه، خشوع کردن در نماز. خشوع البته این عمل قلب است و اثرش در جسم جاری می شود. خشوع یعنی خود را همیشه در یاد الله داشتن و در یاد الله در حالت عبادت بودن و در حالت احتیاجمندی و در حالت خود را ذلیل حس کردن در نزد الله سبحانه و تعالی. وقتی که نماز میخونید در یاد الله بودن، این خشوع است. حضرت عمار ابن یاسر گفتند یعنی من به خاطر این کوتاه خوندم که در نمازم خشوع باشد، تا که یعنی کوتاه‌تر کنم که شیطان به گمان من، به فکر من داخل شده نماز من رو از اجرش کم نکند. چرا؟ در دومش دلیل آوردن. این البته مذهب اهل سنت و جماعت است که هر یک مسئله رو وقتی که سخن میکنند حجتش رو میآورند، از پیش خود سخن نمیکنند. این منهجی سلف این امت صحابگان بود. برای همین ما برادران همیشه نصیحت میکنیم و خودمون هم اول خودمون نصیحت میکنیم که یک سخن در دین گفتیم باید حجت داشته باشیم. فرق ندارد این مسئله اصول دین است یا که عقیدوی هست یا که فقهی هست. در همه حالت وقتی که از نام دین گپ میزنیم سخن میکنیم ما باید حجت داشته باشیم. حجت نداشته باشیم از نام دین از خودمون سخن نکنیم. برای اینکه این منهج اهل بدعت است که از خودشون سخن میکنن در حالتی که حجت ندارند.
یا حجت رو میبافند. عموما حضرت عمار ابن یاسر وقتی که این سخن رو به عبدالله ابن عنمه گفتند به همین کافی بس نکردند، بلکه حجت آوردند. به سخنشون به همین عملشون حجت آوردند. گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان العبد، یعنی من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که میگفت ان العبد لیصلی الصلاة ما یکتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. یعنی همانو که بنده نماز میخواند، لا یصلی الصلاه، همانو که بنده یک نماز رو ادا میکند میخواند، در حالتی که از اجر نماز به همین بنده نوشته نمیشود مگرم از 10 ثواب، از 10 حصه یک حصهش. یعنی یک انسان نماز میخواند، از سبب اینکه شیطان او را سهم زده است، یعنی یک تیر زده است، او را مشغول کرده است در نمازش، از همین سبب نمازش را کاملا اجر و پاداشش را نمیگیرد، بلکه از 10 یک ثواب میگیرد. اگر همین نمازش 10 ثواب داشته باشد یکش را میگیرد. ثواب نماز را به 10 قسم تقسیم کنید یکش را میگیرد. یا که 9 میگیرد، یعنی کمی زیادتر در اینجا ذکر شد، یا 8 یکش رو میگیرد، یا 7 یکش رو میگیرد، یا 6 ششش رو میگیرد. یعنی در اینجا به این معنا که در بعضی حالات ثواب نماز 10 قسم تقسیم کنیم اگر گویند یعنی یک قسمش رو میگیرد، در بعضی حالات از 9 یکش رو، در بعضی حالات از 8 یکش رو، در بعضی حالات از 7 یکش رو، در بعضی حالات از 6 یک قسمش رو، در بعضی حالات خمسش رو 5، در بعضی حالات ربع، در بعضی حالات ثلث، یعنی ثواب نماز 3 قسم تقسیم کنیم یک قسمش رو میگیرد، و در بعضی حالات نصفش رو، یعنی نماز ثوابش نصفش میگیرد، همیشه گرفته نمیتواند. سبب چیست؟ سبب این که فکرش مشغول میشود، سبب این که شیطان او را مشغول میکند. از همین جهت بارک الله فیکم علما میگویند که انسان وقتی که نماز نافله میخواند، هر یک انسان از حالت خودش آگاه است، هر یک انسان از حالت خودش آگاه است. پس نظر کند که نماز را طولانی کند آیا به فکر مشغول می شود یا نه. اگر نماز را طولانی کند و به فکر مشغول شود، که بسیاری انسان ها به فکر مشغول شدنش ممکن است در درون نماز شیطان میاد شما رو به فکر مشغول میکند، بهترش کوتاه‌تر خوند. در یک رکعت مثلا 3-4 صفحه نه، یک صفحه قرائت کند، یک صفحه هم طولانی کند، نیم صفحه کند، اما البته موافق سنت. در این باب ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری نوشتند که یعنی نمازهای نفلی رو و نمازهای تهجد شبانه رو 2 رکعت خوانده می شود و خفیف یعنی سبک خواندنش افضل است گفتند. بارک الله فیکم. اما منهج رسول اکرم صلی الله علیه و آله معروف است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز می ایستادند، سوره بقره و سوره آل عمران در یک رکعت همچنین یک چند سوره رو میخوانند. خیلی که روایت هست صحیح. هر کسی که میتواند که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اقتدا بکند، یا که خودش نزدیک کند، یا که طولانی نماز خواند و فکرش مشغول نشد، خوب است، باکی ندارد. اما هر کسی که بارک الله فیکم نمیتواند فکرش مشغول می شود، کوتاه‌تر خواند، جایز است. یا در حالت‌های بارک الله فیکم یعنی خستگی، بینید انسان خسته باشد، طولانی کند، بسیار مردم فکرش به خواب رفتنش یا که به دیگر چیز رفتنش ممکن، در این حالت‌ها کوتاه‌تر کند و کمی به این صحابه رضی الله عنهما به مانند عمار ابن یاسر یعنی پیروی کند، افضل است و جایز است و باکی ندارد. از همین جهت کسی که نماز رو کمی کوتاه‌تر میخواند به او طعنه زده نمیشود که نمازت یعنی